بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزتمند، امروز هم که باشد بنده تصمیم گرفتم یک موضوع میخواهم بحر شما پیشکش کنم. موضوع هم به حد موضوع مهمی است. هر برادر هر خواهری که این نوار را تا آخر گوش میند و به یک خلاصه می آید که تا چقدر این مسئله مهم است. عزیزان دل، امروز در شبکه ها نظر میکنی فقط مسلمان در پی فتنه مسلمان در پی گناه همدیگر هستیم. میخواهم در همین باره اندک صحبت داشته باشم. ما هر کار باری زندگی ما اول با قرآن عظیم شان باید که رابطه داشته باشیم، یعنی باید برپا کنیم. الله متعال در قرآن همه ما و شما را امر میکند استعیذ بالله واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. الله میگد بر اسمان قرآن شما چنگ بزنید، شما پراکنده نشید. و احادیث هم در این رابطه بسیار است، لیکن وقت کوتاه کردم مختصرا با شما صحبت میکنم. عزیزان دل، نگاه کنید که الله متعال من شما را میگوید بر اسمان قرآن چنگ بزنید و پراکنده نشید. الله متعال میگه و در دیگر حدیث هم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه از یک آدم در دو آدم بهتره، ای دو آدم در سه آدم بهتره. یعنی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این حدیث ده من شما را دلالت به جمعیت مسلمان ها میکنه. اگر ما مسلمان ها با گروه ها با تفریقه ها و با گناه همدیگر کوفتن بپردازیم، هیچ وقت مسلمان ها را هیچ کس اتفاق کرده نمیتونه. عزیزان دید، هیچ وقت غیر مسلمان غم مسلمان نمیخوره. ایرا هیچ برادر هیچ خواهر فراموش نکنه. همیشه غم غریبه، همیشه برادر غریبه غمش غریب میخوره. همیشه غم غریب خواهر غم غریب میخوره. ایرا فراموش نکنه. همیشه غم گرسنه را گرسنه میخوره. همیشه غم بیمار آدمی که بیمار شده باشد او میخوره. به همین خاطر عزیزان دل به یک دم اندیشه کنیم، از پی گناه همدیگر نکویم، همدیگر از برای الله دوست بداریم، همدیگر را کمک کنیم. وقتی میبینی یک نوار یک برادر میگذارد چه از یک مرگ و مرده باشد، یک غریب از دنیا میگذرد، یا یک برادر یک خواهر بیماری وزمین بر بالای او آمده است به آب دیده از من شما کمک طلب میکند. اگر غیرت کمک کردن داریم، یعنی هم کمال داریم که میتونیم او را کمک کنیم، کمک دریغ نداریم کمک کنیم. و اگر کمک کردن نمیتونیم، در حق ایشان دعاگو باشیم و زبان خود را از بد گفتن، از تحقیر کردن همدیگر نگه بداریم. این دنیا اندکی است. چگونه امروزه ما از سلف صالح از تابعین در کتاب ها به نیکی یاد میکنیم. اگر ما و شما هم امروز آدمانی نیک باشیم، غمخوار همدیگر باشیم، پس فردا کسایی که بعد من شما میآیند اونها هم من شما را به نیکی یاد میکنن. یعنی میگویند بنده های خدای بدن که در کمک همدیگر چی بدن؟ بهترین بدن. لیکن امروز ما فقط از پی گناه و از پی تفریقه همدیگر بگردیم، جز به بدی ما را هیچ کس یاد نمیکنه. عزیزان دید، به همین خاطر کوشش کنیم که چی به طریق کمک کردن باشه، چی به طریق دوستی و محبت باشه، همیشه برادر و خواهر همدیگر باشیم، همیشه در رکاب همدیگر باشیم، همدیگر را دوست بداریم، در حق همدیگر دعا کنیم، در پی فتنه و عداوت و گناه همدیگر نباشیم. هممون گناه داریم، همم انسان به عیب نمیشود. در حق همدیگر دعا کنیم که
پروردگار مهربان ما مسلمان ها را اتفاق بگردونه، ما مسلمان ها را از پراکندگی و از تفریق اندازی الله مهربان من شما را هدایت کنه. همیشه من شما را پیروی قرآن و پیروی سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم نصیب